ولی این نسل جدید خیلی دل و جرأت دارن ها. من یادمه تو دهه 60 یکی از همکلاسیام دوست پسر داشت. هر از شنگایی این آقا بهش کادو میداد. اونم نمیتونست ببره خونه. آخه داشتن دوست پسر یه جرم خیلی بزرگ بود تو اون زمانا. میداد به یکی از همکلاسیای دیگه، میگفت ببر خونه‌تون تا من یه دروغی سرهم کنم و بیارم استفاده بکنم. ولی دیروز علی آقا یه پسر نسل امروزی اومدن دایرکت پک بانو رو برای دوست دخترشون سفارش دادن. گفتن کم خونی داره، بهترین گزینه است برای ولنتاین. فقط یه دیزاین ولنتاینی تا مبلغ 1,300 براش بزنید. آدرس میدم بفرستید جلو در خونه‌شون، چون من شهرستانم. بهش گفتم آقا اومدن جلوی در، بگم از طرف کیه؟ خانواده‌اش مشکلی ندارن؟ اینجا بود که برام خیلی جای تعجب داشت. گفت خانوم هنوز توی همون دورانی؟ نه مشکل نداره، بگو دوست پسر دخترت فرستاده. بعد منم طبق سفارشش این پکو براش درست کردم و علی آقا رو به خاطر اینکه انقدر به فکر دوست دخترش تحسین کردم. ولی یه سوال ذهنمو درگیری کرده که ما 60 ترسو بودیم؟